شب قدر خدا میگه ای پیغمبری من برای امتی تو تنها 1000 ماهنی در اونجا نعمتهای دیگر میدیم. تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر. خدا میگه در این شب قدر، در این دهه آخر ماه مبارک رمضان، من ملائکه ها را، فرشتگان روان میکنم. خدا میگه روح روان میکنم. ای تنزل فیها الملائکه والروح ای یکثر تنزل الملائکه. فرشته هایی که دیگر عدد ندارند، عدد اونها را هیچ کس نمیداند. در این دهه آخر رمضان در شب قدر بسیار طایفه گروه فرشتگان می آیند. فی هذه اللیله میگه مفسرین برای چی شب قدر ده این فرشته ها می آیند؟ لکثرت برکتها، زیرا این شب، این دهه آخر رمضان دهه شب قدر با برکت است. والملائکه نزلون مع تنزل البرکه. فرشتگان میگه هر وقتا که از آسمان رحمت پروردگار آمدن با برکت می آیند. و الرحمه، اونها با رحمت می آیند. کما یتنزلون عند تلاوت القرآن. شب قدر در دهه آخر رمضان ملائکه ها میگه چنین می آیند مانندی که یک مسلمان قرآن تلاوت میکند یا یک گروه مسلمانی که قرآن تلاوت میکنند در حلقه ذکرن، ملائکه ها میان گردی اونها را احاطه میکنند مانندی انهمون می آیند. و یحیطون بحلق الذکر. میگه این ملائکه ها شب قدر در می آیند در اطراف آنهایی که ذکر دارند، آنهایی عبادت دارند، آنهایی که شب زنده داری دارند، در گردی آنها با برکت می آیند، با رحمت می آیند. جبرائیل در این شبم روح می آید. مراد مقصد از روح جبرائیل امین است. خدا جبرائیل در این شب قدر در این دهه آخر رمضان روان می کند. جبرائیل امین، جبرائیل که ملائکه قریبترین درگاه پروردگار این جبرائیل است. جبرائیل که قرآن او را وصف تعریف میکند. جبرائیل خدا به معلم یاد کرده است در قرآن. هو معلم الانبیاء و هم اعلم الناس. از همه عالمترین و داناترین بندگان خدا این انبیا هست، پیغمبران است. جبرائیل امین خدا در قرآن معلم انبیا اعلان کرده است. این جبرائیل در دهه آخر در شب قدر می آید. جبرائیل که رساننده وحی بود، جبرائیل که همیشه پیغام الله به انبیا و پیغمبرها می رسانید. جبرائیل در این شب با رحمت و برکت می آید. جبرائیل که القوة الهائله، دی قوه، خدا او را صاحب قوت در اعلان کرده در قرآن. زیرا جبرائیل الله میگه ناقل الوحی، رساننده وحی است. این جبرائیل در دهه آخر در شب قدر می آید. جبرائیل که خدا او را تمکین اعلان کرده در قرآن. زیرا جبرائیل ان الملائکه یطیعونه امتثالا لامر الله. فرشتگان عدد ندارند، ملائکه ها عدد ندارند. ببین در دنیا اگر میلیاردها انسان زندگی کند، خدا برای او یک ملائکه راست ملائکه چپ روان میکند. میلیون ها عدد اونها عدد ندارد. این ملائکه ها همه گوش کننده جبرائیل امینند. جبرائیل که سردفتر ملائکه ها است. جبرائیل که خدا او را در قرآن تمکین اعلان کرده است به معنای اینکه تمام ملائکه ها در آسمان رحمت پروردگار از جبرائیل اطاعت میکنند. جبرائیل که انبیاها را وقت خدا به آسمان رحمت دعوت میکرد، جبرائیل امین میبرد. جبرائیل که شب معراج در 7 آسمان رحمت پروردگار رفتن، با پیغمبر خدا جبرائیل بود. هر در می رفتن از در آسمان می گفت افتح باب انا جبرائیل، در را بکشاید من جبرائیلم.
همه ملائکه ها در روی جبرائیل در را میکشادند. این جبرائیل در این دهه آخر در شب قدر الله میگه میآید. این نعمت و مهربانی تنها برای امت محمد صلی الله علیه و سلم است. جبرائیل که خدا او را الطاعت و الامانه در قرآن اعلام کرده است، طاع ثم امین، به معنی این است که جبرائیل امانتدار وحی است. جبرائیل که وحی را به انبیا میارد. انا همون جبرائیل در این شب قدر می آید در دهه آخر. سلام هی حتی مطلع الفجر. ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، خدا در آخر این آیت چی می گوید؟ سلام من یومها الى طلوع الفجر. این دهه آخر شب قدری که روز شب قدر تا آفتاب برآمدن شب سلام است، شب خیر است، شب برکت است. لا شر فیها، در این شب دیگر شب بدی نیست، زیرا در این شب یستمر فیها نزول البرک خیر والبرکه. این دهه آخر رمضان شب قدری که همه برکت خیر الله در زمین میریزد، او عدد و حساب ندارد. و نزول الملائکه بالرحمت فوجا بعد فوج. خدا میگه در این شب گروه گروه از فرشتگان به زمین روان میکند، پیش حلقه های ذکر، پیش زنده‌داران دهه آخری شب قدر. وقتی یک گروه می آید، خدا دیگر گروه فرمان می دهد تا برآمدن آفتاب. علامه زحیلی در تفسیر منیر این تفسیر آیت بیان کرده است درباره شب قدر. ای سالمة بانها السلام، این شب آرامی است. لا یستطیع الشیطان ان یعمل فیها سوءا. علامه زحیلی در تفسیر منیر در تفسیر این آیت میگوید این شبی هست که همه شیطان ها بسته‌اند. شبی هست که دیگر یک لحظه شیطان دست کشاده و پای کشاده ندارد که ضرری برای امت محمد صلی الله علیه و سلم رساند. این شب قدر این دهه بزرگی ماه مبارک رمضان است. ان الله یغفر لمن قام ایمانا و احتسابا. ما امروز تفسیر سوره قدر را کردیم و بزرگی دهه آخر ماه مبارک رمضان. حبیب خدا میگه هر کسی شب قدر را، هر بنده مسلمانی که، هر خواهر مسلمان، هر زن مسلمان، هر مرد مسلمانی که این دهه آخر ده و این شب قدر را زنده داری میکند، از روی ایمان و امید ثواب این سبب بخشش گناه ها بوده است. ابو هریره از حبیب خدا روایت کردند، گفتند پیغمبر خدا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. این حدیث امام بخاری و مسلم روایت کردن در کتابش. حبیب خدا میگه ابو هریره گفتن حبیب خدا گفتن هر کسی ماه مبارک رمضان، امروز رمضان، اکثر رمضان از بین ما رفت، هر کسی ماه مبارک رمضان، حبیب خدا گفتن از روی ایمان و امید ثواب، زیرا این رمضان سیری بین بنده و الله است. این یک رازی هست که بین بنده و الله است. روزداری هر یک تیمه و شما را الله میداند. هر کسی از روی ایمان روزه گرفته است، عظمت و پروردگار و بزرگی الله شناخته است، اللهی که بر او نعمت زیاد داده است او را دانسته است، روزه گرفته است، از این روزش امید ثواب دارد، خطاهای او بخشیده می شده است. و هر کسی حبیب خدا میگه شب قدر را زنده داری کند از روی ایمان و امید ثواب، خطاهای او بخشیده می شده است. این عظمت و بزرگی شب قدر است. عایشه مادرمون میگه
حبیب خدا وقتی در شب قدر بسیار وصف و تعریف کردند، از حبیب خدا پرسیدم، عایشه ای که همسر پیغمبر خدا بودند، ببین که زنهای پاکدامن از شوهرها چی را میپرسند. حبیب خدا را عایشه میگه گفتم قلت یا رسول الله، ای رسول خدا، ارأیت ان وافقت لیلة القدر ما اقول. عایشه مادر من گفتن ای حبیب خدا، ای پیغمبر خدا، الله مهربان شب قدر را برای من نصیب گرداند، نعمت و فیض و برکت شب قدر را برای من نصیب گرداند. شب قدر را ای حبیب خدا من چی گویم؟ پیش پروردگار چی راز گویم؟ پیش پروردگار چی دعا کنم؟ برادران مسلمان، وقتی این دعایی که حبیب خدا برای عایشه تعلیم داد، این برای تمام امت مسلمان است. زنهایی که در خانه داریم این دعایی پیغمبر تعلیم دید، همچنان حبیب خدا با عایشه تعلیم داد. گفت عایشه، خداوند شب قدر را برای تو نصیب کرد، قولی اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. بگو ای عایشه این دعا را در شب قدر بسیار بگو، خدایا یکی از نامهایت، یکی از صفتهایت عفو است، کریم استی، بخشیدن را دوست می‌داری، خدایا من را ببخش. عایشه ای که پاک بودن، خاندان پیغمبر پاکترین خاندان بودن، خاندانی که محبوب درگاه پروردگار بودن. این تعلیم حبیب خدا برای عایشه گفت، خدایا ای پروردگارا یکی از صفتها و نامهایت عفو از بخشیدن است، کریم استی، دوست می‌داری، بخشیدن را من را ببخش. وقتی زنی پاک دامن این دعا را میکند، خواهران مسلمان یک بار به گناهمان نگاه کنیم. وقتی خاندان نبوت این دعا را میکند، ببینیم کی قدر ما و شما خطا داریم، چرا ما این دعا را نگوییم؟ بگویید شب قدر پروردگارا بخشیدن را دوست می‌داری، پروردگارا کریم استی، پروردگارا مهربان استی، پروردگارا دوست نمی‌داری یک بنده در عذاب باشد، خدایا گناه را ببخش. خطا کردم، در بندگی کمبودی کردم، خدایا این شب را برای من نصیب گرداندی، خدایا گناهان من را ببخش. پروردگارا همچنان مشرق را از مغرب دور کردی، جسدی من را در دنیا چنین از گناه دور بگردان. مسلمان دهه آخر شب قدر را نمیخیر زندگی میکند. در شب قدر در دهه آخر یکی از امینها اعتکاف است که حبیب خدا بسیار خوب می شود یکی از بندگان خدا در مسجدها اعتکاف بشیند. موافق مذهب ما و شما اگر یک کس هم نشیند از گردن دیگرها ساقط می شده است. اعتکاف برادران مسلمان، حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم وقد کان یعتکف هذه العشر، پیغمبر خدا دهه آخر رمضان در اعتکاف می نشستند. حدیثی که ابی سعید روایت کردن انه اعتکف عشر الاول، پیغمبر خدا گاه بود که دهه اول دم عبادت خدا را میکردن، اما در دهه آخر ماه مبارک رمضان سنت دائمی حبیب خدا بودن. عایشه مادر من میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه الله تعالی. عایشه مادر من میگن تا آن لحظه ای که حبیب خدا جان در بدن داشتن، تا آن لحظه ای که جان را به امانت الله سپاریدن، دهه آخر ماه مبارک رمضان در اعتکاف می نشستند. حضرت امام احمد حدیثی را از ابو هریره روایت کردند لما حضر رمضان، وقتی ماه مبارک رمضان آمد حبیب خدا گفتند قد جاءکم شهر رمضان شهر مبارک، ای بندگان خدا ماه مبارک رمضان آمده است، ماه مبارک آمده است. افترض الله
علیکم صیامه، پروردگار روزه گرفتن ماه مبارک رمضان به شما فرض گردانده است. تفتح فیه ابواب الجنتی، این رمضان این ماهی است که درهای جنت همه کشاده است. و تغلق فیه ابواب الجحیم، درهای دوزخ همه بسته است. و تغل فیه الشیاطین، شیطان ها همه بسته از لشکری شیطان. فیه لیلة خیر من 1000 شهر، در این ماه گفتن حبیب خدا ای مسلمانان یک شبی هست که بهتر از 1000 ماه است. من حرم خیرها فقد حرم، کسی خیر و برکت این رمضان از دست داد برکت زیادی را از دست داده است. کسی خیر و برکت دهه آخر را از دست داد خیر و برکت زیادی را از دست داده است. کسی خیر و برکت شب قدر را از دست داد خیر و برکت زیادی را از دست داده است. حبیب خدا گفتند برای همین برادران مسلمان سخن در دهه آخر خیلی زیاد است، در شب قدر خیلی زیاد است. دهه آخر ماه مبارک رمضان ده حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم بسیار کوشش میکردن که حبیب خدا عایشه مادرمون میگوید اذا دخل العشر، هر وقتا که دهه آخر می در آمدن احیا اللیل، شب زنده داری میکردن حبیب خدا. و ایقظ اهل، همسرا و زن فرزنداش حبیب خدا میخیزاندند و میگفتند دهه آخر را عبادت کنید. بگذار ما و شما هم مانند انمون حبیب خدا باشیم، اهل خاندان ما به عبادت با نماز با ذکر استغفار در این دهه آخر اونها را آمادگی گیریم، زیرا این شب قدر است، این دهه آخری ماه مبارک رمضان است. دعا کنیم پروردگارا این دهه آخری که دهه نزول قرآن است، دهه نزول ملائکه های رحمت است، دهه نزول جبرائیل امین است، دهه اعتکاف است، دهه خیر و برکت است، دهه آن کتابی که خوشبخترین کتاب است، قرآنی که هدایت برای ما تعلیم داد، قرآنی که راه حلال برای ما نشان داد، قرآن راه برادری را برای ما نشان داد، قرآنی که راه انسان دوستی را برای ما نشان داد. خدایا عبادت و زندگی را در دهه آخر برای خودمان اهل خاندانمان نصیب بگردان. پروردگارا همچنان حبیبت به عایشه مادرمان آن دعا را تعلیم داد. خدایا تو بخشنده هستی، کریم هستی، بخشیدن را دوست می‌داری. خدایا گناههای ما را ببخش. خدایا جوانان ما را به راه راست هدایت کن. خدایا جوانان ما را در راه نماز و اهدنا الصراط المستقیم و اهل علم و دانششان بگردان. خدایا زنهای ما را صاحب شرم و حیا بگردان. پروردگارا هر قرضداری داشته باشیم قرضدارها ما از قرض آزاد بگردان. محبوسی داشته باشیم خدای آزاد بگردان. پروردگارا مشکلی داشته باشیم آسان بگردان. پروردگارا با نور ایمان و پیروی از قرآن از شریعت محمد امین صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن نصیب بگردان. در این ماه مبارک رمضان هر مسلمانی از دنیا گذشته از پروردگارا از شفاعت رمضان قرآن نصیبش بگردان. پروردگارا آن برادرانی که در روسیه و دیگر جا هستند خدای اونا برای نفقه رفتن اولا در راه اهدنا الصراط المستقیم رزق حلال و پر برکت آسمانی را الله مهربان نصیبشان بگردان. آمین یا رب العالمین.